آخی همون لباسی که زنن میپشانه، فرزندن میپشانه، والله نه لباسی عایشه است، نه لباسی فاطمه است، نه لباسی زنهای ایشانات است، نه ملاحات است، نه اصحاب پیغمبر است، نه رسول الله است. با خود بیایید امروز او لباسی که بالای ما آوردن از زانو بالا و از آرنج بالا، والله لباس ملت تاجیک نیست. قسم به خدا ملت تاجیک و ملت مسلمان این خیلی لباس در حیاتش دیدگی نیست. لباس تو ای زنی مسلمان، لباس تو ای مردی مسلمان، لباس محمد و زنهای محمد است. تا درجه به مسئولیت شدیم که والله در مسجد همه غیبت هست، سخنی ای سیاست هست، از همه چیز هست، اما سخن خدا در مسجد نیست. پس این ملت کجا بروه؟ پس مسئولیت این ملت در دست کیست؟ اگر این خاندان تا خودت اگر فرائض الهی را تعلیم نتی، اگر سنت پیغمبر را تعلیم نتی، اگر همون قرآن تعلیم نتی، پس به فرزندی تو کی رحم میکنه که خودت رحم نکردی؟ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وجميع صحابته أجمعين، أما بعد، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ای بندگان خداوند، الله جل شأنه برای شما میفرماید که شما خودتان و خاندان خودتان از آتش دوزخ نجات بدهید. یک مسئله مهمی که میخواهم امروز صحبت کنم به مسئولیتی پدر و مادر نسبت به فرزند است. قسم به الله که امروز فرزند مسلمان چنان به صاحب شده است که حتی همون گوسفندایی که در کوه هستن اونهای خیلی به صاحب نیستن. برای فرزندت بهترین لباس میگیری، برای فرزندت از طلا و از خوراکه و از همه مال دنیا مهیا میکنی، لیکن یک بار فکر نمیکنی که فرزندی تو چی خیلی لباس میپوشونه. آستینای برزده، سوتالیچ، گریبان ها همه میتاوه. شاید که ده همه خونه ها انتن ها هم باشه که همه کنایه‌های فاحشگی هست. با وجود این باز کناها یا همون فاحشه هایی که شیرخانی میکنن با فرزند تا همون را اجاره میگیری و همون سیدیش هم یاری میمانه که دختر یاد بگیره. پس چی مسئولیتی داری در پیش خدا؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی را که الله جل شأنه مسئولیتی داد، ای پدری عزیز، ای مادری عزیز، ای موی سفیدی عزیز، اگر این امانت الهی را خیانت کنی و روز قیامت به خدا و پیامبر روبرو شی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که جنت من برای تو حرام کردم. این سخن پیغمبر از الله جل شأنه است. یک بار به خودمون بیاییم که به خدا قسم فرزندامو تای ترسگاه بازی میکنن در ها، دخترام آستینای برزده هممو به قواره در خونه ها مخواهیم، زنامو در بازار خرید کنی میروند. به خدا قسم عیب است. اگر از خلق خدا از الله هم حیا نمیکنی، از خلق خدا حیا کن. نخواد تا این درجه را رسیده باشی که زنت و فرزندت پاهاش بالا که اگه روز تا گه در بازار هست، لیکن غیرت مثل یک غیرت یک حیوان نیست که بخیزی برای خودت خرید کنی و مانی او را در خانه بیسته. آخی همون لباسی که زنن میپشانه، فرزندن میپشانه، والله نه لباسی عایشه است، نه لباسی فاطمه است، نه لباسی زنهای ایشانات است، نه ملاحات است، نه اصحاب پیغمبر است، نه رسول الله است. پس اگه خطا در جای همون اصحاب رسول الله مان دعوای مسلمانی داری، کجا شد لباسی مسلمانی؟ کجا شد او آستینی درازد؟ کجا شد او روی مالکی گردن تبار میکرد؟ کجا شد اون نصیحتت که این سفید که درها نصیحت میکنی امروز او را بس کرده؟
با خدا قسم بعضی دخته میگذر آستینش کلته ایشان زاده ملا و ملا زاده مولوی و مولوی زاده سرش خم میکنه میره یک بار نصیحتش کن از تو هیچی نمیره و دشنام نمیتیه پیغمبر از زده نیکی نصیحت بس نکرد رسول الله روده و روچکی شتره در سرش پرتافتن لیکی نصیحت بس نکرد والله که امتی که از اون نصیحت برداشته شد قسم به خدا امتی که از اون نصیحت برداشته شد والله که غضب خدا بالای اومد می آید علاج نیست من در یک جنازه پیشتر گفتم که همون حاید از ما دور نیست یا که شراره را هممون میدانستیم که خدا چه خیلی این کوه را بالای اونها آورد امروز هم باشه ای آبی دریاها و ای گیسها از ما دور نیست خدا بر یک بلا ما اتره میگیره مگر اون روزی که تو خاندان تا از این گناه و از این معصیت من کنی تا درجه به مسئولیت شدیم که والله در مسجد همه غیبت هست سخنی ای سیاست هست از همه چیز هست اما سخن خدا در مسجد نیست پس این ملت کجا بروه پس مسئولیت این ملت در دست کیست اگر این خاندان تا خودت اگر فرائض الهی را تعلیم نتی اگر سنت پیغمبر را تعلیم نتی اگر همون قرآن تعلیم نتی پس به فرزندی تو کی رحم میکنه که خودت رحم نکردی اگر داخل شدن دوزخ برای دخترت خودت رحم نکنی هیچگاه یه همسایت رحمت نمیکنه با خود بیایی امروز او لباسی که بالای ما آوردن از زانو بالا و از آرنج بالا والله لباس ملت تاجیک نیست قسم به خدا ملت تاجیک و ملت مسلمان این خیل لباس در حیاتش دیدگی نیست لباس تو ای زنی مسلمان لباس تو ای مردی مسلمان لباس محمد و زنهای محمد است دعا کنیم که الله جل شانو سفر این حاج باوا را به خطر گردونده باشد و صحبت خدا و پیغمبر خداوند روز قیامت نصیبش کرده باشد و بهترین جنت که جنات الهی است به فضل کرمش او الله این بابی مان نصیب کرده باشد یا رب العالمین الله اکبر